سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز در خدمت دو تا از رفیقای دوران دبیرستانیم قراره یه موضوع مهم برای بچه‌هایی که تجربی کنکور میدن رو بررسی کنیم. نحوه مطالعه زیست. بله. آره بچه‌ها یه سلامی اگه میخواید. آقا تعارفی که بالا من خدمت فرما. سلام خدمت همه دوستان، علیرضا ربیعی هستم و همه. رتبه‌تم بگو، درصدتم بگو. درصد تیر اردیبهشت. درصدم حالا این ویدیو راجع به زیسته، تو زیست 93 تو تیر ماه و 85 تو اردیبهشت. سلام خدمت شما، منم علیرضا کریمی هستم، رتبه 290 کنکور سراسری و درصد 80 کنکور تیر برای درس زیست شناسی. اردیبهشتم اردیبهشت 67 درصد. خب بریم که بررسی کنیم، ببینیم مثلا بچه چیکار کردن که تونستن به این درصدا و این رتبه‌ها برسن تو درس زیست. ببین ما میخوایم اول بررسی کنیم ببینیم شما تو هر سال دهم، 11ام و 12ام و حال دوران جنبندی چیکار کردید، اصلا چه منابع استفاده کردید، اگه کلاس خاصی داشتید، اگه آزمون خاصی دارید، همه اینا رو بگیم که ببینیم علیرضا ربیعی و علیرضا کریمی با چه روندی اومدن جلو و در نهایت تونستن به این درصدا رتبه برسن. ربیعی با شما شروع. بله. از دهمت بگو، ببین الان اصلا دهم چجوری شروع کردی به زیست خوندن؟ من تو سال دهم خیلی ایده‌ای راجع به درس خوندن کنکوری نداشتم، یعنی صرفاً میخوندم. حالا تابستون دهم یکم انگیزم زیاد بود واسه کنکور، از تابستون شروع کردم. حالا خیلی تاثیر اونچنانی نداشت. زیست دهمو خوندم ولی خب در طول سالش همون اون موقع هم کم و بیش تستو میزدم ولی صرفا یه منبع بود، یعنی چیزی نبود. یه منبع چی بود؟ خیلی سبز. خیلی سبز تکمیل. حالا بعد ببین الان با این منبع و حالا این شکل درس خوندن چه درصدایی تو آزمون قلمچی میدادی؟ بله. چه درصدایی تو آزمون قلمچی میگرفتی؟ این درصدام خیلی متغیر بود ولی خب چیزی که میچرخید بین 50 60 و 70. 50 60 یعنی شما با یه دونه منبع میتونستی بودن 50 60 رو آره میتونستی. این میانگینی. بعد کلاس چی اون دوران دهم داشتی؟ من فقط مدرسه بودم. فقط مدرسه، یعنی هیچ کلاس آنلاین ویدیو اینا هیچی؟ نه هیچ. و آموزش تو فقط با خوندن درس‌ها میخوندی؟ نه درسنامه نمیخوندم، چیزی که معلم میگفت و بعدش کتاب درسی. یعنی فقط معلم هسته، کتاب درسی و تست. آره. حالا تو خیلی سبز دهم یه بخشایی بود به نام رادیولوژی، اون واسه شکلا بود، اونا رو هم میخوندم. یعنی فقط همون بخش؟ فقط همون بخش. آقا شما دهم چیکار میکردی؟ من دهمو از آبان شروع کردم، یعنی اول اومدم مدرسه بعد دیدم باید درس بخونم. بعد شروع کردیم درس خوندن و یه منبع زیست خیلی سبز میزدم. آموزشم هم اینطوری بود که میومدم سر کلاس، معلم درس میداد و میرفتم متن رو تحلیل میکردم و کتاب تست. تو هم آزمون فقط قلمچی؟ منم فقط قلمچی بود. کلاس بجز مدرسه؟ دهم 11ام نه فقط 12ام. فقط حالا به موقعش میرسیم. بعد با این الان سبک درس خوندن با این منبع و با اینکه فقط کلاس مدرسه رو میومدی چند درصد یه میانگین حدودی قلمچی؟ همین حدود 60 70 50 شاید میومد پایین. با همین حدود میزدی؟ حالا اتفاقا میافتاد 80 بزنی 90 بزنی. آره نه من نورمال میانگینش 65 63. آره من نوسان بالاخره دارم. من خودم دهمم یادمه که یه خیلی سبز میزدم به عنوان منبع، مثلا منبع اول همیشه خیلی سبز. بعد آیکیو هم میزدم، البته آیکیو منبعی نبود که از اول شروع کنم. آیکیو هم میزدم و حدوداً 70 80 اینا میگرفتم تو آزمونای قلمچی. آره بریم سراغ آره اوکی بریم سراغ 11ام. 11ام همچنان آزمون قلمچی؟ آره فقط قلمچی. شما همچنان قلمچی؟ منبع چیه؟ منبع بازم خیلی سبز ولی خب من اواسط 11ام مشاور به صورت جدی‌تر مشاورم رو عوض کردم، یکم جدی‌تر خواستم بخونم. اون موقع بود که آیکیو و پینوکیو اومد وسط ولی خب نمیرسیدم به پینوکیو، صرفا آیکیو. خب یعنی عملا 11ام پینوکیو نزدی؟ نه نزدم. بعد ببین نقش خیلی سبز توی روند تستنی چی بود؟ نقش آیکیو چی بود؟
ببین واسه من منبع اولم خیلی نقش موثرتری داشت تا منبع دوم و سوم، چون اصل یادگیری رو منبع اول بود، تثبیت هم رو منبع اول بود. خب منبع دوم هم قطعا موثر بود واسه رفع اشکال و تمرین تستنی، آره تسلط بیشتر، ولی اون بیشتر کار رو من سعی می‌کردم با منبع اول انجام بدم، فشارم بیشتر رو بود. بعد همچنان کلاس اینا نداری؟ نه، فقط مدرسه. اتفاقا تو سال 11 شون استادمون عوض شد. آره. بیشترم به نفع مرادی دیگه کامل اومد. آره. شد معلممون. آره کامل معلممون شد، بهتر. انصافا هم دیگه خوب درس داد. آره. نیازی هم قضیه نداشت. حتی دکتر 12 دکتر کرده. بچه‌ها نمیدونن چرا میگیم دکتر. بگیم. بگو. آره. به هیچ کی ما نمیگیم دکتر، فقط به تو میگیم. آره. بعد دکتر بینشون منم. آره. تنها کسی که به معنای واقعی میگیم دکتر تویی دیگه، چون آقا سال نهم بود. آره. ازش پرسیدم میخوای چیکاری چی، گفت دکتر. از اون موقع نه بعد اون موقع چی من اصلا درس نمیخوندم. آره اصلا درس نمیخوندم. شاگرد آخر کلاس گفت دکتر. دیگه اینا به مسخره شروع کردن دکتر. آره. که الان واقعی شد دیگه. عملا مسخره بازیه. این قضیه من واقعی نیست. آره. آقا بریم الان سراغ شما. 11ام منابع چی زدی؟ 11ام خیلی سبز. IQ رو نصفه زدم، دیدم بهم نمیسازه دیگه نزدم. چرا نمیسازه؟ چیز بود من خیلی سبز رو که میزدم به یه درصد پایه 11ام با دید بهتر، با استاد بهتر، با یه دید بهتر میخوندم و تست میزدم به 60-70 میرسیدم. 70 یه برهه‌ای یعنی از دی اینا زمستون شروع کردم IQ زدن. IQ رو چون دیگه دمدمای آزمون میشد دیگه، منبع دوم بود، میزدم درصدم میومد. یه بار زدم اومد با، یه بار دیگه زدم اومد با. دیدم حاجی مثلا اینو نزنم بهتره، دیگه نزدم. یعنی به شک و تردید مینداخته، انگار اون چیزی که بلد بودی رو خدشه‌دار اینطوری این کارو میکرد. آره ببین منبع وقتی مثلا بچه‌ها میزنن، نظر خود من اینه منبع رو بزنید، بعدش حتما اولا کامل شه تا جای ممکن، بعدش هم مثلا تستای علامت دار رو برید بزنید قشنگ مرور کنید. چون ببین شما زمانی که از منبع اول میری تو منبع دوم یه افت داری و دوباره شون، مثلا فرض کن تو با خیلی سبز میتونی 60 بزنی، میای تو منبع دوم اگه همین اول ازت درصد بگیرن میتونی 40 بزنی، بعد از 40 میری به سمت 80. خب تو این قسمت آقا بریم سراغ 12 جنبندی که از همه مهمتر چای بریز. خب آقا اول با شما شروع کنیم. بله. آقا داره چیز میریزه، چای میریزه برام. ببین 12ام همون اطلاعاتی که راجع 10ام 11ام دادی رو بریم سراغش. منبع چی زدی؟ ببین البته چیزا 12 میذاره داستان فرق داره دیگه. یه بخش پایه است. یه بخشی هم بخش خود 12ام. برای خود 12ام یعنی شما فصلای 12ام از چه کتابای کار کردی؟ ببین اول از همه تابستون 12ام من تمرکز اصلیم رو پایه بود، یعنی اصلا پیشخوانی واسم معیاری نبود. هم 10ام هم 11ام. آره هم 10ام هم 11ام. یعنی اگه میرسیدم به 12 اوکی یه نکته مثبتی میشد، ولی اگه نمیرسیدم هم خیلی واسم چیزی نبود. صرفا میخواستم از اون پایه مطمئن شم، چون واسه 12 خود اون باز طول سالم بود، ولی خب در طول سالی روند برعکس میشد. حالا من این نکته راجع 12 بگم، ما اون موقع خب رفیق بودیم صحبت می‌کردیم من خودم هم بودیم دیگه نیستیم، هست سیمپل. آقا رشته چیز حرف دستم دارم. آقا من اون موقع یادم مثلا به ربیعی میگفتم درسته ما 10ام 11ام خوندیم، ولی الان توی تابستون در حدی بخونیم که آخر تابستون بگیم اگر کنکور قرار بود از پایه باشه ما آماده باشیم. خب یعنی در این حد قوی باشه. و حالا 12ام تو اولویت دوم بود. اگه مثلا وقت میشد میخوندیم. من خودم مثلا 2 تا درس انتخاب کردم، گفتم این 2 تا درس رو از همین الان میخونم که بعد نقطه قوتی هم بشه برام توی سال. زیست بود و فیزیک. به یه منبع هم فقط کار می‌کردم، ولی مثلا 10ام 11ام داشتم 2 منبع کار می‌کردم. آقا ادامه‌شو بگو. توی سال چه کردی؟ منابعی که اول بگو 12ام تو با چی تست زدی؟ ببین منابعم این بود که خیلی سبز، حالا واسه توی تابستونم همین بود، خیلی سبزا رو تکراری دوباره می‌زدم. IQ جامع پینوکیو. یعنی خیلی سبز تک‌پایه دیگه. تک‌پایه که قبلا زده بودی رو دوباره تو داره دوباره می‌زدم، کاملا می‌زدم. کامل یعنی می‌زدی. بعد دیگه چی گفتی؟ IQ پینوکیو. IQ پینوکیو یعنی 3 تا منبع.
بعد نقش هر کدوم از اینا چی بود؟ یعنی تو با چه انگیزه‌ای وارد هر کدوم از این منابع میشی؟ تمرین. یعنی ببین الان منبع اولت قاعدتاً باید بیشتر بحث منبع آخه دیگه آموزش معنایی نداشت. من منبع اولم به این نیت بود که چیزایی که خوندم و یادم بیارم، به یاد بیارم، بازیابی بشه. حالا این اینجوری بود که من تو منبع اولم بیشتر همون خیلی سبزه میزدم. اگه مشکل داشتم و مشکل با پاسخنامه رفع میشد که دیگه خیلی هم عالی، چه بهتر. ولی اگه رفع نمیشد باید برمیگشتم. این واسه 11 بود، میرفتم کتاب میخوندم. ولی واسه 10 نه، یه متن رو میخوندم بعدش میومدم تست میزدم، چون یه سال بینش فاصله بود. خیلی چیزا یادم. ولی حالا من خودم اینجوری بودم که با تست شروع میکردم. یعنی میگفتم اگرم چیزی یادت رفته بذار قشنگ درات. آره قشنگ بذار درات، قشنگ بهش بر بخوری. و این آدم وقتی اشتباه میکنه خیلی بیشتر تو ذهنش میمونه تا اینکه بره مرور کنه. حالا این خوندنی هم که میگم اونجوری نبود، یه پارت بود. آره یه پارت، صرفا یه ساعت و نیم سریع مرور. آره یه مرور سریع واسه یه فصل. آموزش دیگه نداری دیگه. نه دیگه اصلا آموزشی نبود. خب الان این پس شد پایه در تابستون، درسته؟ خب بریم حالا سراغ سال. آقا سال الان تابستون سال 12 تمام شد، شما پایه‌ت رو قشنگ مرور کردی و آمادهش کردی برای اینکه دیگه کنکور، یعنی ببین آخر تابستون میتونستی کنکور بدی تقریبا. ولی خب یه جنبندی هم یه جنبندی حالا می‌خواستی. آره. خب میتونستی، ولی اصل خوندن آره خونده بودم. خب حالا بریم سراغ خود پاییز زمستون طی سال تحصیل 12. بله الان شما اینجا دیگه مباحث 12 اولویت اول. آره اولویت اول سال. خب الان اینجا چه منابعی رو برای 12 می‌ذاری؟ برای اینکه 12 بیاد. واسه 12 روند همین بود، خیلی سبز آی کیو پینوکیو. ولی خب با توجه به زمانی که داشتم و فصل به فصل، اگه جایی احساس نیاز می‌کردم میرفتم سراغ منابع دیگه. مثلا میگم تو منابعی که هست مثلا نشر و الگو معرفی میشه، هرچند منبع خوبی نیست به نظر من، چون خیلی سوالا ایراددار داره، به بیراه میکشه. آره به بیراه میکشه. ولی خب یه سری سوالا داره که از آزمون‌ها آزمایشیه، اون میتونه واسه بچه‌ای که میخوان کمک کننده باشه. بعد سمت نردبام هم رفتم، ولی خب نردبام اصلا به درد نمیخورد صادقانه میگم، با اینکه زدم. من قبلا ببین تو ویدیو گفتم مثلا خودم نردبام زدم، اگه الان برگردم نمیزنم. خب الان تو هم همین نظر داری که نردبام اگر برگردی نمیزنم. آخه ببین اینجوری بود که خیلی بیش از حد تاکید میکرد روی چیزی. بعد ببین مثلا یادم من ژنتیک میزدم، بعد مثلا شجره‌نامه رو می آورد، در صورتی که ما دیگه تست شجره‌نامه رو توی ژنتیک نداریم و این شما رو به بیراهه می‌برد. فکر می‌کردی ژنتیک اینه، در صورتی که رفتیم کنکور دادیم دیدیم با ژنتیک اون نبود. آره یعنی بعد کنکور این داستانا تازه. ولی خب مثلا کسی که میخواد نردبان بزنه ذهنیتش اینجوریه که من این 100% کنکور رو بستم، میخوام اگه 1% خارج ترم رفت من آمادگی داشته باشم. ولی خب بهای زمان دیگه. آره دیگه به اون زمانی که میگیره نمیارزه. آره دیگه من خودم نمیگم نردبان اصلا به درد نمیخوره. خب نردبان یه میزان فایده‌ای داره که اگر من برگردم اون زمانی که برای اون مقدار فایده نردبان گذاشتم میذارم من نهایی. اینم آره من مثلا نهایی همین روند منبع نهایی بیشتر کار میکنم. آره خب پایه‌ت رو در طی سال تحصیلی 12 چیکار کردی؟ اینجا دیگه بیشتر واسه مرور کنید. آره حالت مرور بود. تستای علامت دارم رو بیشتر می‌زدم، یعنی تستایی که حالا بگم علامت دارم قبل از همه یعنی چی؟ یعنی تستایی که مشکل داشتم، یعنی اون موقعی که بار اول زدم میدونستم این تستی که یه نکته خاصی داره. تستایی که طبیعتاً اشتباه زده بودم و نزده بودم، این تستا واسه من میشه تست علامت دار. خب حالا بریم سراغ علیرضا کریمی. دو تا علیرضا هم داریم، نمی‌تونیم بریم سراغ علیرضا تا بعد جمع‌بندی رو با هم بررسیم. آقا شما در طی تابستون سال 12 چه کردی؟ اولویت چی بود؟ اولویتم خب 100% پایه موندن بود، یعنی 10 و 11 خوب جمع کنی طوری که مثلا اگه الان 60 میزدی آخر تابستون 80 رو بزن، ببین 10 15 20% تا بهتر. آره بیاری رو درصد زیستت. اینجوری بود که تو تابستون IQ جامع بخش پایش بر بودجه به بودجه جفت هم 10 هم 11 میرسوندم میزدم و معمولا به 12 نمیرسید. 12 اولویت آخر. آره دیگه 100%. بعد یه منبع. آره یه منبع.
خودم روی یه منبع، مثلا من خودم 3 منبعی بودم، عریض روی هم 3 منبعی بوده تو، ولی بیشتر روی یه منبع و نهایت 2 تا تاکید داشت. ولی خب یه منبع با آزمون. آره آزمون ولی زیاد. آره آزمون نیست. از تابستونت هم آزمون می‌زدی؟ تابستون 12 تابستون آزمون زیاد نمی‌زدم. یه دونه پیش آزمون می‌زدم. یعنی قبل از قلمچی ما میگیم آزمون می‌زدی، منظور قلمچی اینا نیست، اینا که ثبت نام می‌کنن. اونو که باید بزنم. اون که هیچی. به جز اون دفترچه‌هایی که قبل از مثلا یه قلمچی. آره یه دونه شاید. آره. تابستون. یه آره. طول سال فرق می‌کنه. من خودم یه چیز داشتم، یه چیز ثابت بود. ماز سال قبل، قلمچی سال قبل. بعد من مازم شرکت می‌کردم حالا قلمچی. خب من تابستون ماز شرکت می‌کردم. آره. آره تابستون ماز بودی؟ آره. 11ام ماز نبودی. 11ام فقط. تو چی 11ام؟ نه من 12 فقط. ولی من 11ام مازو داشتم. خب طول سال. بریم سراغ طول سال. برای 12 کلا زیست خوندن. آره زیست 12ام. ببین علیرضا کریمی زیست 12امش شد. در طی سال تحصیلی 12ام چطوری میخوند و بعد از اون چطوری پایش مرور میکرد؟ خب این اول مثلا 2 هفته بود بودجه آزمون، پروژه آزمون. خب هفته اول کاملا من تمرکزم می‌داشتم که 12امم آموزش خوب ببینم و تستاشو یه منبع حداقل کامل بزنم. این بود پلن من. دیگه بعضی وقتا تا شنبه هفته بعد، چه بعضی یه شنبه هفته بعد طول می‌کشه. بعد میمون چی 3 روز یا 4 روز فوقش برای پایه خوندن. تو باز 12ام خوندم می اومدم چیکار میکردم؟ خیلی سبز و کامل میزدم، چه بسا یه دونه اولویتم با ماز زدم، ماز سال گذشت. چون یه دونه ماز میزنی انگار 5-6 تا آزمون زدی. چون پاسخنامه‌ش رو اگه واقعا کامل بخونی که شاید حالا 2 تا پارت طول بکشه تست و پاسخنامه انجام دادن. البته با درصدای دکترا 2 تا طول میکشه. یعنی نه خب منظورش اینه که مثلا الان تو زیست مثلا ماز پارسال چند میزدی؟ چند درصد؟ 65. من نمیزدم. طول میکشه دیگه. آره 3 ساعت اینا طول میکشه. یه دونه میزدی دیگه خیالت از 12ام راحت میشه. نکته یاد دست داده بودی تو پاسخنامه‌اش بود. همه چی آره خیلی پر بود. البته یه بدی هم داره مازیارا خوبیش داری میگی. بدیش اینه مخصوصا بچه‌ای که فقط دارن ماز میدن. غیر حضوری. آزمون و نه اصلا غیر حضوری به کنار. آزمونیه که یه ذره نمیشه به عنوان معیار برای تصمیم گیری آفرین استفادهش. یعنی مثلا شما خوبی یا بدی کلی زیست میخونی بعد میری سر آزمون 50. خب یعنی مثلا در حد 80-90 خوندی، توقع بالاخره یه توقع ایجاد میشه. آقا اینو من یه لحظه بذار تو یکی بعد در حد 80-90 توقع داری، میری 50 میزنی بعد نمیدونی خدایا مشکل از منه پس باید زیست بیشتر کنم. باید یه دید ترکیبی درصد و تراز داشته باشی تو. بعد مثلا هی این شکلی بعد طرف هی میره زیست میکنه، هی زیست میکنه، بعد نگاه میکنه کلی برنامه زیسته. آره درصدی که شاید هم واقعا مشکل از زیستش نباشه. حالا نباید فقط هم درس رو باید ترازش رو نگاه کنه. ببین من اینقدر زدم چقدر تراز من خودم نظرم اینه ادبیات کنکور، ادبیات از سبک گفتن سوالا خب تو کنکور با ماز تفاوت داره. با قلمچی هم تفاوت داره. با قلمچی تفاوتش کمتره. بیشتر شبیه سنجشه و مازونا جامش. بیشتر سنجش. بیشتر قبول داری. آره. آقا پایه رو داشت. پایه رو چجوری مرور می‌کرد تو سال اول؟ پایه من کلا چی بود؟ وسواس اینو داشتم یه بار دیگه متن رو بخونم همیشه. چه تو تابستون می‌خوندم چه تو طول سال 12. می اومدم در حد مثلا 2 تا پارت اون تیکه پایه رو می‌خوندم. متنش رو نکاتی که نوشته بودم توی اون 2 سال جمع کرده بودم، توی تابستون جمع کرده بودم یه نگاه می‌انداختم. بعد می اومدم کتاب پینوکیو رو می‌زدم. یعنی تنها منبعی که برای پایه تو سال 12 زدی پینوکیو بود؟ نه تو تابستونش آیکیو بود. تو آیکیو تموم کردم. آیکیو تمام کرده بودی بعد دیگه پینوکیو تک پایه رو تو زمان خود پایه زده بود. یعنی خب عملاً 3 تا منبع رو زدی. ولی در آره تو مثلا من تو 3 سال ببین من برای 12ام که 3 تا منبع رو میزدم، یعنی پلسبز آیکیو پینوکیو. بعد برای پایه اون جایی که آیکیو نرسیده بود آیکیو رو میزدم، بعد پینوکیو اون جایی که رسیده بود فقط پینوکیو. آره تو میزدی اون رفت.
ولی خب این حالت رو نمیشد مثلا همیشه هم نگه داشته. حالا بچه‌ها دارن میبینن. آره منبع چیز اصلا برای من کلیش اینجوری بود که ما اینجوری میزدیم، ولی خب همیشگی نیست. آره اصلا من تاکیدم دارم کپی نکنید. آره. فقط اصلا نمیگیم 3 تا منبع بزنید و میگیم 3 تا منبع زده آقا. آره. 2 تا منبع من زده یه آقا. منبع زدم. با یه منبع هم میشه 80 تا. آره با یه منبع خوب. اتفاقا من میگم مردونه منبع رو بزنید. آره مردونه. بریم اول بذار تو یه بحثی کردی راجع به 2 هفته آزمونت. آره 3 روز آخرش موند. 3 روز آخرم آزمون میزنی دیگه. یه قلمچی میزنی، یه ماز میزنی. یه چیز کن، یه ذره تاریخ دار بگو. مثلا تو آموزش اولیت تا دوشنبه هفته اول بود. کتاب دیگه چیه؟ یعنی چی کتاب؟ برای زیست فقط. آره برای زیست. چی آموزش می‌بینی؟ خب ببین ما معمولا استادمون هفته پیشش درس داده بود. تو جلو بودیم. اگرم درس نداده بود ویدیو می‌دیدیم. ویدیو هم می‌دیدی. ویدیو کی؟ آقای عظیمی، حنیفت. لورا. الان پوستو. بگو. خب حنیفو می‌دیدم اگه نرسیده بودم. یه جایی به بعد دیگه همش حنیفو می‌دیدم. حس می‌کردم لازمه درس دادن. آره. حنیفو می‌دیدم. مثلا تا دوشنبه آموزش زیستم تموم شده بود. بعد اون پروسه تست زدن تا آخر هفته که تموم کنم منبع و یه آزمونی هم بزنم و انجام میدادم. هفته بعدش پایه نمیرفتم سالیانه پایه رو ببینم. میرفتم دوره نه دوره کاموا رو میدیدم. اونی که مثلا توی 3 ساعت کل فصل رو میگفت. مروری. آره مروری همه رو میگفت، فقط سریع‌تر میگفت. واسه منی که مثلا یاد گرفته بودم مطلبو دوره سالیانه مثلا 6 ساعت وقت میگرفت. اینجوری وقت. بعد خب تست اونم میزدم تا 3 شنبه تقریبا. 3 شنبه هفته دوم. دیگه 4 شنبه 2 تا آزمون میزدم، یه ماز میزدم صبحش، یه قلمچی میزدم غروبش. پس 5 شنبه هم که کل برنامه میشد ماز زدن و یه رفعش. آره جمعه هم که خود قلمچی رو میترکوندیم. طبیعت بعضی وقتا گهگداری میده. بعد اون ما رو میترکوند. میگه بچه‌ها برای زیست چیکار کنیم؟ آقا شما چیکار می‌کردید 2 هفته؟ ببین تو 2 هفته روندامون شبیه همه، یعنی اصلا روند کلیش همینه. آموزش، تمرین، آزمون، تست. خب ببین تو چون چند منبعی هم بودی آره و فیلم هم نمیدیدی. دکتر یه ذره چون وابسته به فیلم هم بوده یه ذره براش. خب میخوام ببینم تا مثلا چند شنبه آموزشی 12 بود کی 3 تا منبعی که برای 12 میزدی رو میزدی. خب و پایت کی شروع میکردی و وسط حرفتون بچه‌ها قاطی نکنه. من ساعت مطالعه‌ام کمتر از شما بوده که یه منبع مثلا من مدرسه که میرفتم 4-5 مدرسه که نمیرفتی. اگه میرفتم 4-5 ساعت. آمار غیبت تو از همه بالاتره. اگه اطلاعات غلط نده. اگه میرفتم، اگه نمیرفتم 10 ساعت. شما معلم سلامت بهداشت دیدی؟ نه. ساعت مطالعه. آقا بریم تا بیخ پیدا نکرده با چیز. آره تگش کن ببین. علیزه کریمی تا زمانی که بیخ پیدا نکرده. آقا شما چیکار می‌کردی؟ ببین تا دوشنبه یا یک شنبه هفته اول همون یادگیری 12. بعد حالا ما همونجوری که دکتر گفت ما چون معلممون به ما جلوتر درس داده بود و موقعی که درس میداد من میخوندم، یعنی یه پارت هم اگه شده بود زمان میگرفت میومدم خونه میخوندم که مسلط بشم. اگر مثلا خارج آزمونت هم بود میخوندی؟ آره میخوندم. حالا میگفتم یه هفته جلوتر تو ذهنم هستش دیگه میخوندم. کار معلم خیلی نداشتم و میگفتم فقط آزمون. نه من میخوندم بعدش میومدم خونه. میومدم خونه میخوندم دیگه. مسیر خونه پس از دوشنبه به بعد دیگه شما تست 12 میزدی؟ آره دیگه یک شنبه دوشنبه تست 12 میزدم. حالا این خیلی متفاوت میشد ولی معمولا تا دوشنبه هفته بعد 12 تموم میشد. این کل 12 حالا زیستم شاید یک کم زودتر ولی کلا تا دوشنبه معمولا نصفش میشد 12. بعد دوشنبه تا پنجشنبه میشد پایه. بعد تو این دوشنبه تا پنجشنبه پایه در حینش آزمونم میزدم. خب پنجشنبه که خود ماز بود. یعنی پایت از دوشنبه تا پنجشنبه هفته دوم تا. آره. خیلی زمان کمیه. عجیبه. من خودم ببین حالا بقیه پایه‌هامو میرسیدم از دوشنبه مثلا تا پنجشنبه، از یک شنبه دوشنبه هفته دوم به بعد بخونم. ولی معمولاً برای مرور زیست پایم باید مثلا از جمعه هفته اول دیگه به فکر می‌افتادم. ببین
حالا مثلا من شده بود اگه میدیدم خیلی تو 12 ضعف دارم، احساس نیاز میکنم، کل پایه رو صرفا با 2 تا آزمون میزدم با هم میرفتم سر جلسه. یا خب تمرین نکرده یعنی میمونم. از دوشنبه تا پنجشنبه بعد دیگه چهارشنبه پنجشنبه آزمون. آره دیگه چه هم بیشتر نه. ببین اینجوری بود که من روزی آزمون میزدم. یعنی اگه میرسیدم چهارشنبه موشابه پارسال قلمچی، پنجشنبه که مازه، دیگه جمعه هم قلمچی. بار بود چند دقیقه شده؟ بار بود عینک منو بدی. چون میخوام یه موضوعی که همین الان به ذهنم رسید واقعا. نه پاز نه. یه موضوعی که الان به ذهنم اومد به نظرم مثلا برای بچه‌ای که یه خورده قوی‌ترن دغدغه است برای ما هم بوده. از نیم سال دوم از دی به بعد یه داستانی تو قلمچی شروع میشه به نام پیشروی سریع. یه لحظه وایسا، الان هم هست؟ الان هم هست. بله میگن هست. برنامه‌ای که الان داره آزمون پیش‌نهادهاش قبل از دی خب همیشه هم به منوال پارسال تغییر. صرفاً بازی مروریا بیشتر شده. حالا دوباره شروع کنیم. یه ذره کشش بیشتر نه نداره ولش. یه ذره بیشتر کشش میده امسال ولی عملاً هست پیشروی سریع همچنان. شما پیشروی سریع کردی یا نه؟ بله. شما کردی؟ نه. آقا من خیلی درس خونه کندی بودم. من حتی 12 ساعت هم درس می‌خوندم انگار 8 ساعت شده بود. خیلی کند. یواش پیش می‌رفت. مثلا این 3 تا منبع تا دوشنبه میذاره، یعنی یه هفته 3 تا منبع. من لامبورگینی شما پیکان دولوکس. ولی خب من 12 ساعت با پیکانه میرفتم. ولی میرفتی. ولی بالاخره میرسید. ولی با پیکان دولوکس بالاخره رسید. بالاخره 70 خورده تو 80 هم تو کنکورش زد. آقا به نظرت بچه‌ها پیشروی سریع کنن و اگر میکنن چه جوری بکنن؟ چون حالت داره. ببین ما چی میگفتیم؟ ما اون موقع صحبت میکردیم میگفتیم ما توی آزمون همه یه فشار پیشروی سریع رو ببین. پیشروی سریع این شکلیه. فکر کن یه قطاره، خب مثلا 5 تا واگن داره. شما باید یه جایی از واگن اول این داره حرکت میکنه میره جلو حرکته. شما حالا خودت باید از واگن اول بپری تا واگن پنجم بپری. از واگن پنجم بپری تا واگن اول. آره ببین یعنی برنامه داره میره جلو، شما باید بپری تو واگن جلویی. حالا من خودم گفتم یه واگن میپرم، یعنی تو هر آزمون یه درسو میندازم جلو. ولی تو همه‌شو کردی توی آزمون. ببین آخه اینجوری بود که من ته واگن نشستم. تو که نشستی ته واگن، حالا بذار چایی هم داری می‌خوری. آره بگو. ببین آخه مباحث آخر 12 مباحث عجیب غریبی نیست. مثلا فصل 4 فیزیک آخر زیست، مباحث مثلا رفتارشناسی اصلا اینجوری بود که تو متن فقط بخونی بری سر جلسه میتونی جواب. 12 مثلا فصل خیلی راحتی نیست نظر من. کدوم بود فصل؟ همون که زیست فناوری و اینا. آها اون حفظیات زیاد بود. بعد وقت زیاد بود فقط. یعنی اینجوری نبود که بگی من باید تست بزنم. من بازم همون اونم خیلی چیزی. خب الان سوال دقیق من اینه، تو همشو توی آزمون پیشروی کردی، خب آسیبی نزد مثلا به پایه‌ت؟ ببین اینجوری بود که به پایم نه. پایه اوکی. چون یادم اون آزمون به من گفتی من پایه وقت نکردم. پایه وقت نکردم ولی خب درصد من پایین نیومده. یعنی چون از قبل خونده بودی؟ آره از قبل خونده بودم. خب الانم میشد یکم فشار بهش آورد. ولی تو خود 12 مثلا یکم مشکل میتونه ایجاد کنه، چون طبیعتا وقتی تو یه منبع میزنی با وقتی 3 تا منبع میزنی متفاوته. بعد واسه اون پیشروی سریعا یه حجم آزمون 2 برابر میشد واسه یه دونه. سر همون اون یه تیکه ها رو من یکم لنگ میزدم ولی خود تو جمع بندی درسته. یعنی ببین این همین دقیقا من با همین فکر گفتم که من پیشروی سریع قدم به قدم میکنم. مثلا توی یه آزمون 20 رو پیشروی کنم. بعد حالا چی جوری؟ ببین مثلا پیشروی عادی آزمون میگفت کاربرد مشتق، پیشروی سریع میگفت ادامه کاربرد مشتق. من گفتم خب تو که داری کاربرد مشتق رو میخونی، حالا اینجا بیا پیشروی سریع کن. ولی مثلا یه دونه آزمون بود برای ما میگفت مشتق پیشروی عادیه، کاربرد مشتق پیشروی سریعه. بعد من گفتم خب خود مشتق بالاخره این مبحثی که باید روش صبر کرد، بخوام هم مشتق رو بخونم هم کاربرد مشتق اینجا به هم میریزه. اینجا مثلا پیشروی سریع تو ریاضی نکرد. هر کدومش ببین تقریبا ما تو نیم سال دوم 4 تا آزمون داریم. هر کدومش دقیقاً تایمیه که تو میتونی یه درسی رو پیشروی سریع کنی. بهترین زمانه. من یه کار دیگه کردم کلی. تو هم که اصلا پیشروی نکردی. نه ببین پیشروی سریع تا زمستون تموم میشه. درسته؟
پیشروی عادی تا زمستون یه آزمون میموند بعد عید. آره درسته. عید تقریبا تو عید یه دونه میموند که تموم شد. من تا پیشروی عادی رفتم، همون کارو با کیفیتی که مد نظرم بود مثل قبل مثلا پیش بردم. رسید یه جایی که می اومدن پایه میخوندن، بعد یه آزمون بود 12 رو تموم کرد. من دیگه از اونجا به بعد بود. درسته. از اونجا به بعد دیگه کلا من قلمچی رو ول کردم. اصلا دیگه گفتم دیگه برنامه خودم. اومدم اون تیکه که موند رو تموم کردم، بعد یه ذره حالا با تلاش بیشتر خودم رو به همه آزمونایی که پیش رو بود رسوندم. در اصل که ببین تاش آخرش این پیشروی سری به هم میرسن. برسن. پس تو ببین تو اون تایمی که ما یه دونه هفته فروردین فکر کنم آزمون نیم سال اول 12 رو میکنه. نه ببین پایه است. آره هفته فروردین تقریبا جمع‌بندی پایه است. یعنی تو اونجا اومدی 12 تو اومدم همه چی رو تموم کردم، هم پایه‌ای که مونده بود هم 12می که گرفت. اوکی. یعنی 3 هفته متفاوت. من چیز شد دیگه از یه جایی به بعد دیگه فقط رفتم محوریتم شد دوپینگ دیگه. سر این ازم تو دوران جمع‌بندی بریم وارد اینم بشیم. تو دوران جمع‌بندی شما جفتتون ما همه دوپینگ گذاشتیم. آره شاهکار داشتیم و اصلا قلمچی به خاطر دوپینگ هم خورده فاصله گرفت. آره فقط میرفتیم میدادیم، صرفا یه ترازی میگرفت. ترازی بعدی هم نمیگرفت. آره بعدم نمیگرفت. ترازی خوبی بلد بودیم هم. آره دیگه. ولی اصل برنامه‌مون روی دوپینگ ماز بود. بعد دوپینگ ماز رو چجوری میخوندید؟ یعنی مثلا میومد میگفت آقا شما تا پس فردا وقت داری این دو تا مثلا مبحث رو بخونی. آره این دو تا مبحث رو بخونی. من اون دو تا مبحث رو میخونم، آزمونش رو میدم. همین. یعنی فقط تمرکز رو اون دو تا. آره دو تا دیگه مثلا 2 ساعت در روز اضافه می آوردم. اون بره من خیلی تایم مطالعه‌ام بود. آره منم همینجوری. آره اون بره کارو میرسوندم، یه ذره میموند اگه چیزی مشکل داشت. منبع چی؟ دیگه اومده بودم موج آزمون فصل آزمون ها. من خودم موج آزمون فصل آزمون داشتم. البته بعد زیست خیلی موج آزمون جذاب. اوکی اصلا خوب نیست. اصلا فصل آزمون هم بازم خیلی به نظرم همون دوپینگ کافیه. خب دوپینگ خوبه. بعد دوپینگای پارسال هم خوب بود که میذاشتم میزدیم. به یه اشتباهی که من کردم TNT های IQ جامعه اونا رو هم میزدم و اونا خوب بود. نه من اونا رو نمیزدم. چیزه من خود کنکورا رو میزدم، دوپینگا رو هم میزدم، اینجوری وقت کم می آوردم، بعضی وقتی یه ذره عقب میموندم. در صورتی که مثلا نباید کنکورا رو میزنم. کنکورا اون تایم کنکورا رو باید با کنکور زدنات. آره خب بعد شما چی که میکردی با این سبک دوپینگ؟ من حالا برعکس شما موج آزمون فصل آزمون رو میزدم، مشکلی هم نداشتم. هم برای زیستم میزدی؟ آره دیگه واسه زیستم میزدم. یه ذره کنکوری نبود. آره. خیلی کنکوری حتی نبود. فصل آزمون هم خیلی بنظرم نه حالا خیلی سبز فصل آزمونه. آره من فقط فصل آزمون میزدم و اصلا خوب نبود. من بیشتر هدفم این بود که بازیابی کنم. بعد اینجوری چون خیلی هم عجیب غریب نمیشد، یعنی همین مباحث اصلی بود، باز نکات نمیشدن، با سرعت خوبی میزدم. بعدش به نظرم وارد نکات بیفایده‌ای که تا حالا طول سال بهش نخوردیم میشد. بعضیش میشد. اون سبکی که تو نشر الگو هست تو کتاب تست نه مجاز اون یکیش اون کتابی که تست برای آموزشه. خب اون سبکی که اونجا هست با یه غلظت کمتری تو مجازون هم هست نظر. ولی خب من زدم. ولی تو زدی و اوکی بودی. آره. بعد باز مثل علیرضا کریمی تو توی تایمی که برای یه آزمون دوپینگ می‌خواستی بخونی مثلا 2 روز یه روز فقط مبحث هم خوندی. فقط هم منم همین شکلی بودم. یعنی بعد دیگه ببین ساعت مطالعه اصلا دستت نبود. یه 3 ساعت میشستی و مثلا اصلا حساب نمی‌کردی. ببین خیلی از 7 صبح تا 12 خیلی انگیزه خوبی بود. میگفتی فردا من قراره این مبحث رو آزمون بدم و دیگه قرار نیست روش وقت بذارم. بعد دیگه اصلا برات مهم نبود. آخرین باریه که بعد دیگه اصلا مهم نبود. فقط می‌خوندی. هر چی داشتی می‌زدی دیگه تست.